آموزشی درست کردن یه پنکه رو با یه نوشابه یه چاقو بهتون یاد دادم توی همین ویدیو. خب شما ببینین اول بعد اینو در بیارین توش یکم نوشابه بریزین بکنین تو، بعد با چاقو بزنین توش رو روشنش کنین. هیچ اتفاقی هم نمیفته، کاملا آموزش درست کردن. اینم پنکه رو بدم ولی اینجا برف اومده و زمان یکم گذاشته و من لباسم عوض شد. میخوام یه آموزش چیزتر کنم، یکم نوشابه قدیمی شد ولی هنوز کار میکنم، بول بیلینگش رو درست میکنم. خب بعد این نوشابه رو برداریم بریزیم توی لوله پنکه. خب میندازیمش رو زمین. باید اینا با جادو برو تو. رفت تو و کارم میکنه، دستمون رو نمیبره، دستمون برید و موقع کار